بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوارم صحت و سلامت باشید ان شاء الله. درس امروز ما در بخش فعل نهی هست، یعنی که اخیران اقسامی فعل هایی که ما سر کرده بودیم. این درس دهم هست. انشاءالله این اخیران موضوع نو می باشد و هفته آینده درس 11 ما درس خاتمه می باشد، یعنی خاتمه درس های عربی ابتدایی. و بعد از اون شما می دونید که انشاءالله امتحانات آغاز می شود، یعنی 2-3 هفته شما وقفه می گیرید تا اینکه برای امتحانات تیار شوید و بعدا کسانی که می گذرن امتحانات را آنها به یعنی درجه 3 ساله انیق قبول می شوند و ادامه خواهند داد. به هر حال انشاءالله سر میکنیم درس امروزه رو. فعل نهی میدانید که اخیران چیست؟ قسمی فعل هایی که ما یاد گرفتیم اخیران قسمش هست. این نمونه رو نظر کنید: فعل، یفعل، افعل، لا تفعل. لا تفعل این نهی گفته میشود، منع کردن. لا تفعل نکن. حالا که شاید اهمیت بدهید که در اینجا لا نهیه هست، یعنی که نه نکن. شاید آشنا باشید که لا در عربی معنایش نه هست، پس در اینجا این بر فعل اضافه می شود تا اینکه فعل رو معنای منفی بدهد، یعنی که منع کردن. فعل نهی چی را گفته می شود؟ نقطه اول همین است که فعل نهی در نحو عربی فعل است که برای منع کردن یا پیشگیری نمودن انجام دادن عمل استفاده می شود. به عباره دیگر فعل نهی امر است برای نکردن عمل. خیلی آسان هست، چی طوری که امر برای کردن عمل استفاده می شود، نهی برای نکردن یا اینکه منع کردن انجام دادن یگان عمل استفاده می شود. نقطه دوم، مثلا این فعل کتبه نوشت، فعل نهیش می شود لا تکتب. کتبه یکتبو، یعنی که عین کلمش به همون شکلی اصلیش می ماند، یعنی که ضمه‌ای که بالای عین کلمه هست ما او را عوض نمی کنیم، دیگر نمی کنیم. لا تکتب. کتب یکتبو از یکتبو تکتب، یا اینکه یکتب یکتبان یکتبون تکتبو. لا تکتب می شود برای مخاطب، برای واحد مذکر مخاطب، یعنی ننویس، یعنی که تو یک مرد ننویس. و این ادامه دارد. البته جدولی فعل نهی را در صحیفه بعدی نظر می کنیم. نقطه بعدی این است که اگر در آخری فعل مضارع نونی تثنیه یا جمع باشد، مثل تکتبانی، تکتبون و غیره، هنگام استفاده فعل نهی نون رو حذف می شود. نون ها حذف می شوند. خب این رو من برای شما در بخش امر هم گفته بودم و همین عین قانون در اینجا هم هست که انشالله در صحیفه بعدی من روشن‌تر برای شما نشان می دهم. بعضی مثال های فعل های نهی: لا تفعل نکن، لا تفتح نکشا، لا تنصر کمک نکن یا یاری نده. همه اینها البته در صیغه اول هستند، صیغه واحد مذکر اول نه، اما اول در بخش مخاطب، واحد مذکر حاضر یا واحد مذکر مخاطب. صحیفه 4 رو نظر کنید. این است شکل های مضارع، این است شکل مضارع و این است شکل نهی. چطور ما میتوانیم که شکل های صیغه های مضارع مخاطب رو به نهی مخاطب تبدیل کنیم؟ پس در اینجا نظر کنید که در اصل ما چی داشتیم؟ تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا. این سه تا یکم برای بخش مرد هست و این سه تا اخیر برای بخش زنانه هست. پس اولا قانون اول همین است که برای صیغه یکم مخاطب آخرش چون که یک حرکت دارد، ما همین حرکت رو به سکون تبدیل میکنیم. در اینجا تبدیل کردیم. خوب، و بعدا نونی که در آخر صیغه های تثنیه و جمع هست آنها رو حذف میکنیم به غیر صیغه جمع مؤنث. این رو ما یکم دست نمیزنیم، تغییر نمیدهیم. و بعدا البته که لا ناهیه رو اضافه میکنیم در اولی فعل ها، فعل های مضارع، که همه این مضارع ها بعد تبدیل میشن به فعل های نهی. پس از این شکل تبدیل میکنن به این شکل. تفعلو میشود لا تفعل، تفعلا میشود لا تفعلا. و یک نقطه دیگر همین است که برای صیغه جمع مذکر حاضر باید که بعد از واو وقتی که ما نون رو حذف میکنیم باید که در اینجا الف رو اضافه کنیم. لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا. یعنی که اگر اهمیت بدهید از همه صیغه ها فقط صیغه جمع مؤنث هست که به او یکم تغییرات نمی آید. این بود تغییراتی که ما به این فعل ها می دهیم و این از شکل نهی. پس همین تصریف رو شما از یاد کنید و همه دیگر فعل هایی که من برای شما پیش میکنم به همین نمونه قیاس کرده آنها رو
یاد بگیرید و از یاد کنید. ادامه میدهیم به صحیفه 5. تصریف فعل نهی کتبه با فعل کتبه. اکنون چون که شما الکی قاعده ها رو آگاه هستید، از قاعده ها آگاه هستید، ببینید که چطور ما در اینجا داریم تصریف نهی با فعل کتبه. کتبه یکتبو، این از باب نصر ینصرو هست، یعنی که عین الکلمهش چی دارد؟ ضمه دارد. عین کلمه کتبه یکتبو، خوب در اینجا ضمه دارد، پس این ضمه می ایستد. لا تکتب، لا تکتبا، لا تکتبو، لا تکتبی، لا تکتبا، لا تکتبنا. میبینید که از جهتی ترجمه آنقدر از جهتی زبان تاجیکی فهمیده نمیتوانیم، فرق کرده نمیتوانیم بین مثلا ننویس در اینجا و ننویس در اینجا و ننویسه در تثنیه و جمع. این را ما با عدد، با جنس، با شخصش از جهت عربی فرق کرده میتوانیم. مثلا لا تکتب یعنی تو یک مرد، تو یک مرد، مردی شنونده ننویس. لا تکتبه شما دو مردان یا اینکه شما دو زنان شنونده ننویسید. لا تکتبو شما جمع مردان ننویسید و لا تکتبنا شما جمع زنان ننویسید. این شد جدول یکم یا تصریف یکم که شما از یاد کنید. میگذاریم به صحیفه 6. در اینجا با فعل لعبه نظر کنید. لا تلعب، لا تلعبا، لا تلعبو، لا تلعبی، لا تلعبا، لا تلعبنا. نباز یا اینکه بازی نکن. تو یک مرد میتواند یک پسرک با یک پسرک این گپ گفته شود. لا تلعبا شما دو مردان، شما دو پسران مثلا. لا تلعبو جمع مردان، لا تلعبی یک زن، یک دختر، نباز. لا تلعبا دو زنان، لا تلعبنا جمع زنان. خب این شد جدولی دوم. پس این یکم را کتبه یکتبو، فعل یفعلو را، البته در اینجا فعل یفعلو را من برای شما آوردم، از همین فعل یفعلو همه وقت سر کنید. لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا. بعد گذارید به کتبه، این را هم تمرین کنید. لا تکتب، لا تکتبه تا آخرش. و بعدا همین لعب یلعبو را هم تمرین کنید ان شاء الله. و در این درس من برای شما بعضی فعل های جدید را، بعضی کلمه های جدید را دادم که می توانید که ان شاء الله با آنها چی کنید، یعنی در اینجا ببینید با اینها هم تمرین کنید. من فعل های ماضی و مضارع را آوردم، از شکل مضارع آنها شما نهی سازید و ان شاء الله تمرین کنید. میگذاریم به صحیفه بعدی که این صحیفه هست. در این صحیفه من برای شما کمی میخواهم نشان بدهم و توجه شما رو به این گپ بیارم که چطور با موضوع هایی که شما تا حال یاد گرفتید چطور میتوانید که آیت ها رو شناسید. یعنی که در حتی در آیت های قرآن الکی اهمیت بدهید که شما یعنی حرف های جر رو میبینید، فعل های امری را، فعل های ماضی مضارع را الکی دیده میتوانید. و این فهمیش شما رو من میخواهم یک بار سنجم، ببینم که شما تا چی درجه اهمیت داده میتوانید که در یک سوره یا اینکه در این سوره قرآن کدام مرکب ها هست، کدام یعنی فعل ها هست. من میخواهم یک بار ببینم که شما تو چی درجه اهمیت میدهید و میبینید که در اینجا فلان یعنی فعل هست یا فلان کلمه هست. خب پس نظر کنید در اینجا ما داریم سوره الفاتحه. از جهت معنا هم در اینجا نظر کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله الرحمن الرحیم یعنی بخشنده و مهربان. الحمدلله رب العالمین، تمام ستایش تمام تعریف به الله که پروردگار عالمیان است. الرحمن الرحیم، مهربان و بخشاینده. این برمیگردد به لله الرحمن الرحیم. خب مالک یوم الدین، مالکی صاحبی روزی جزا. ایاک نعبدو، تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو یاری میطلبیم. ایاک تو رو نعبدو، ما میپرستیم و تنها تو رو نستعین، از تو نستعین یعنی یاری میطلبیم. عوانه یعنی طلب میکنیم، عون طلب میکنیم یاری. اهدینا، ما رو هدایت کن. یعنی من برای شما ترجمه میکنم و بعدا از شما میپرسم که آیا فعل ها رو یافته میتوانید یا اینکه آیا مثلا ضمیرها رو پیدا کرده میتوانید. این رو بعد شما باید به من جواب بدهید. پس این آیه چی معنا دارد؟ اهدینا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن. اهدی هدایت کن، نه ما رو به راه راست. الصراط المستقیمه، راه راست. صراط الذین، راهی آنانی که انعمت تو انعام کردی علیهم بر آنها. غیر المغضوب، نه کسانی که بر آنها غضب شده است، علیهم بر آنها. ولا الضالین، و نه کسانی که گمراه هستند و نه گمراهان. خوب پس کی میخواهد به من بگوید که در این از همین آیه های قرآن کدام بخش ها رو شما شناخته میتوانید؟ آیا یگان فعل امر هست، فعل ماضی، مضارع، موصوف، صفت، مضاف، مضاف الیه، ضمیر، حرف جر؟ استاد جان هم کلمه آخر به ولا الضالین همینجا به
فعل نهی آمدگی. از سبب لا در اینجا میگوید از همین سبب هست؟ بله از همین سبب. خب اکنون در اینجا نظر کنید که در اینجا چی هست؟ الف لام و یک قانون هست برای فعل ها. باید دارین فعل ها هیچ وقت چی نمیگیرند؟ الف لام نمیداشته الف باشند. لام و تنوین. پس از این سبب در اینجا این لای نهیه نیست، یعنی این فعل نهی نیست. این فقط میگوید و نه گمراهان. حتی از جهت ترجمه نه گمراهان هست، یعنی که فعل نیست. این فقط نهی میکند یا اینکه استثناء میکند کسانی که گمراه هستند. پس این نشدک، این فعل نهی نشدک. یکم چیز دیگر هست؟ انعمت. خب انعمت چیست؟ یعنی این بخش ها رو میبینید در بالا همتون. و من باید بگوید که در کدام بخش داخل میشد. یعنی که انعمت گفتید فعل، با کدام فعل هست؟ فعل ماضی یا مضارع هست؟ فعل ماضی ده. بله ماضی هست. خب درست گفتید، این از فعل ماضی. خب دیگر یکم کلمه دیگر یکم کش میشناسد؟ استاد جان نعبد فعل مضارع اینجا نمیشه با؟ بهترین. بله این نعبد شد فعل مضارع. عبد یعبد، یعبد یعبدان، یعبدون که میگویم. اعبد نعبد در آخرش فعل مضارع. بهترین. یه باری گگیم اهدینا الصراط همین داخل نمیشد؟ اهدینا امر نمیکنه؟ بله بله درست. اهدینا فعل امر شد. استاد جان میخواهم همین بسم الله الرحمن الرحیم را بخونم. در اینجا حرف بی جر است. اسم الله در اینجا اسمی مضاف و الله مضاف الیه. انا الله اینجا باز موصوف است. رحمان رحیم صفت. احسنتی. بهترین جواب هست. ولی جواب ها رو انشالله در صحیفه بعدی میبینیم. اما درست گفتید. اسم مضاف بعد لفظ الجلال موصوف، الرحمن الرحیم صفت یکم دوم میشود. همش موصوف و صفت مضاف الیه. مضاف الیه مجرور میشود. در اینجا حرف جر به هر چهار کلمه ها تاثیر کرده است. اسمی الله رحمانی رحیم. بهترین. رحیمی. بله. از این سبب تأثیر کرده است که چنانی که شما گفتید این از صفت و صفت یکم و دوم هر دوی صفت ها میشوند. صفت های این موصوف لفظ الجلاله و موصوف و صفت ها یک جای میشوند مضاف الیه با اسم و مضاف الیه مجرور میشوند. از سببی که همه این قسمت مجرور هست، از این سبب که همشون مجرور هستند، یعنی که جر دارند، یعنی که در حالت جر هستند. خب و یعنی من به شما گفته بودم که حرف الجر و مجرور همه وقت متعلق میشوند. متعلقی در اینجا فعل میشوند، یعنی که در اینجا یک فعل مقدر هست، یک فعلی هست که پوشانده هست و عموما این را ابدأ میشود. ابدأ یعنی من آغاز میکنم بسم الله الرحمن الرحیم. پس حرف جر و مجرور متعلق میشوند، یعنی تعلق دار میشوند با فعل ابدوی که مقدر هست، یعنی پوشانده هست. خب دیگر کس نستعین عبادت میکنیم، نعبد عبادت میکنیم و از تو این نستعین اینه که طلبی و کمک طلب میکنیم. همین انمین فعل مضارع میشود و رب العالمین مضاف الیه. نستعین گفتید بهترین. و دیگر چی گفتید؟ رب العالمین در اینجا این رو گفتید مضاف الیه. بهترین. دیگر کیست؟ دیگر بگوید. الحمدلله. باز الله را اینجا مضاف الیه هست. الحمد مضاف. خب در همینجا است. مضاف هیچ وقت چی نمیگیرد؟ الف لام. بهترین. مضاف هیچ وقت الف لام و تنوین نمیگیرد. در همین تستی گذاشته من مونده بودم. پس این نیست. این مضاف الیه نیست. این اصلا جمله هست، مبتدا هست. خب اینش لی چی میشود؟ حرف الجر. بله حرف الجر میشود و لفظ الجلاله مجرور. بگو یوم الدین. بله یوم الدین چی میشود؟ مضاف الیه. بله درست. یکم تای دیگر باقی مانده است. مالکی. خب مالکی چیست؟ فعلی مضافی هستن. مالکی چی معنا دارد؟ در اینجا نظر کنید. صاحبی. مالکی در اینجا مالک گفتید فعل. من میگویم که معنای مالک چیست؟ مالک صاحب فعل بوده میتواند. اینجا فعل نمیشه استاد جون. اپای زهرا یک لحظه من گپم را تمام کنم که نشنیدید. مالک وقتی که میگویم صاحب این آیا فعل بوده میتواند؟ معنای فعل را دارد؟ نه نداره. اسم اینه. بله این اسم است.
اما این مالکی روزی جزا این شد مضاف یکم و این است مضاف و این است مضاف الی دوم، یعنی که این است مضاف الی و هر دویشان یک جا میشوند مضاف الی مضاف یکم. دیگر یکم تا دیگه باقی هست. استاذه جان در همینجا صراط المستقیم مضاف الیه نیستن؟ مضاف هیچ وقت الف لام نمی داشته باشد. اما چیست؟ این بجای مضاف الیه دیگر چیز هست. چیست؟ الصراط المستقیم راهی راست. موصوف صفت. بله. در اینجا ببینید که الف لام دارد. هر دوی اسم ها در اولشون الف لام دارند. حرکتی هر دویشان در آخر یک می باشد و هم از جهت معنا هم مستقیم راست. این صفتی همین راه هست. خب برای همین این شد موصوف صفت. به هر حال ما میبینیم جواب ها رو. در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم، در اینجا با حرف جر می باشد، اسم مضاف می باشد، لفظ الجلاله موصوف می باشد و در اینجا دو تا صفت برای همین موصوف آمده است. هر دوی صفت ها با موصوفشون یک جای شده. همه این چی می شود؟ مضاف الی برای اسم که مضاف بود در اول. مضاف و مضاف الی مجرور می شوند برای حرف با در اول که است و حرف الجر و مجرورش یک جای شده متعلق می شوند به فعل مقدر، فعل پوشیده. اکنون نظر کنید از آیت دوم، ستایش برای خدا پروردگاری عالمیان. پس در اینجا نظر کنید که من چی گذاشتم؟ در اینجا اول لام حرف جر را لی در اینجا نشانه کردم. رب العالمین پروردگاری عالمیان. این چی شد؟ مضاف و مضاف الیه شد. ببینید که مضاف الف لام و تنوین ندارد و از جهت معنا هم پروردگاری عالمیان. عالمیان یعنی پروردگار چیست؟ مضاف، عالمین مضاف الیه هست. یعنی که پروردگار عالمین کیست؟ الله. یعنی که همین رب به عالمیان نسبت داده می شود، چون که خالق و مالک عالمیان رب هست، پروردگار، یعنی که الله سبحانه و تعالی هست. پس این رب العالمین مضاف و مضاف الیه هست و از جهت قاعده هم میبینیم که مضاف الف لام و تنوین ندارد و مضاف الیه باید همه وقت در حالت جری باشد که عالمین در حالت جری هست. بعدا نظر کنید الرحمن الرحیم، هر دو اینها صفت هستند. صفتی کدام کلمه؟ در اینجا در اول. خب من میدانم که در اینجا موصوف صفت نوشتم، اما در اینجا من موصوفش رو نشانه نکردم چون که جای در اینجا کم بود. اما الرحمن الرحیم هر دویشون صفت های لفظ جلاله هست در اول. یعنی که الحمد تمام ستایش، تمام تعریف به الله رحمان و رحیم هست، به اللهی که رحمان و رحیم هست، به اللهی که بخشاینده و مهربان هست. تمام ستایش به اللهی است که بخشنده و مهربان هست، پروردگار عالمیان. خب پس این شد صفت یکم و صفت دوم. آیت بعدی رو نظر کنید. مالک یوم الدین، مالکی روزی جزا. در اینجا هم اگر باید داشته باشید در اینجا دو تا مضاف الیه هست، یعنی دو تا مرکب اضافی یک جای می شوند. مالکی مضاف. برای چی مالکی هست؟ از سببی که در اینجا برمیگردد به لام حرف جر، یعنی که تمام ستایش، تمام تعریف با مالکی روز جزا هست، یعنی که ادامه میدهد این ستایش از سبب لام حرف جر، یعنی لام حرف جر به اینجا هم تأثیر میکند. مضاف هست، یومی مضاف و دین مضاف الیه. این مضاف الیه یک جای شدن مضاف الیه میشوند به مالکی. پس در اینجا چی شد؟ دو تا مرکب های اضافی به هم دیگر پیوست شدند. آیت بعدی رو نظر کنید. ایاک، خود ایاک ضمیری منفصل هست. خب و این هم ضمیری منفصل هست. نعبدو این هست فعل مضارع، چون که اعبدو نعبدو، عبد یعبدو، یعبدو یعبدان یعبدون اگر ادامه دهد تا آخر نعبدو فعل مضارع می شود. نستعین هم فعل مضارع می شود. و اکنون در اینجا اهدینا، چی طوری که گفتن اهدینا در اینجا فعل امر هست. نه ما رو هدایت کن. خب این نه چیز ضمیر متصل و اهدینا فعل امری هست. صراط المستقیم این موصوف و صفت هست. صراط الذین، این صراط مضاف هست راهی آنانی که بر آنها انعام کردی. این مضاف هست برای که نسبت داده می شود به آنانی که بر آنها انعام کردی. الذین تا آخرش چی می شود؟ مضاف الی. الذین انعمت علیهم تا اینجا اگر خواهید می توانید که این رو چی کنید؟ مضاف الی. حتی ادامه هم اگر دهید می شود تا آخر اصلا هست مضاف الی.
اما من فقط الذین را در اینجا ماندم که برای شما آسان‌تر شود، یعنی که راهی آنانی که بعد ادامه دارد. انعمت فعل ماضی هست، چون که انعم، انعما، انعمو، تا برای مذکر مخاطب. علیهم این علا هست حرف جر، هم هست ضمیر متصل، علا در اینجا ضمیر در اینجا و دیگر هست، دیگر یعنی فایده ها یا اینکه دیگر قانون ها. اما ببینید که چطور تا جایی که شما رسیدید الکی میتوانید که به همه این نقطه ها و همه این تفصیلات اهمیت بدهید و اگر اینها رو اهمیت داده میتوانید، این یک نشانه خیلی خوب هست، چون که معنا دارد که شما همه این بخش ها رو یاد گرفته اید، فایده دیده ایستادید. خب اکنون ادامه میدیم با بعضی کلمه های جدیدی که من میخواهم شما از آنها آگاه باشید. قرأ یقرأ قرائت کردن، فتح یفتح گشودن باز کردن، دخل یدخل در آمدن، نصر ینصر کمک کردن، خرج یخرج برآمدن خارج شدن، کسر یکسر شکستن، طلب یطلب طلب کردن، نزل ینزل فرآمدن پایان شدن نازل شدن، رکب یرکب سوار شدن، لعب یلعب بازی کردن. این کلمه ها رو من نمیخواهم که بیهوده در اینجا گذارم، خواهش میکنم که شما حفظ کنید، از همدیگر امتحان گیرید. اکنون میگذاریم به مشق. در اینجا 7 مشق است و باید که شما این جمله ها رو ترجمه کنید. الکی پی دی اف رو من روان کردم، خواهید انشاءالله نام های خود رو نویسید، من یک تا کرده از شما تمرین میگیرم، شما مشق میکنید و به سوال جواب میدهید. مشق یکم، سوال یکم هست لا تفتح باب البیت الکبیر. اول میخواهم ترجمه کنید و بعدا داخل میشویم به ترکیبش. ترجمهش در خانه کلان را نکشو. بله، بابا داری بیت خانه کبیر کلان. بهتره. ترجمه درست. اکنون نظر میکنیم دروازه یا دری خانه کلان رو نکشو. اکنون برای من فایده های ترکیبی رو بگو آهسته آهسته کرده که من در اینجا اشاره کنم. برای من بگو که در اینجا فعل نهی کدامش هست؟ لا تفتح باب البیت مضاف الیه، بیت الکبیر صفت و موصوف. در اینجا البیت الکبیری چیست؟ موصوف صفه. اهمیت بدهید که چطور موصوف و صفت در اینجا در همه 4 شرایط یک جایه هستند، در همه 4 شرایط میخوانند. میبینیم که هر دویشون از جهت تعریف معرفه هستند، الف لام دارند. از جهت اعرابی هر دویشون در حالت جری هستند. از جهت عدد هم یک هستند و از جهت جنس هم یک هستند. خب پس این شد موصوف و صفت، یعنی که خانه کلان این صفت خانه شد. و چی طوری که در اینجا برای ما گفت این باب که هست مضاف می باشد، یعنی که نسبت داده می شود و خود موصوف صفت مضاف الیه می شود. در از آنی خانه کلان هست. یک راه دیگری برای همین مضاف الیه صفت منصوب فرق کردنش سوال گذاری در زبان تاجیکی با وظیفه معین کننده میام مضاف الیه، یعنی باب البیت کدام در را سوال گذاری میکنیم؟ در خانه کلان. و در این حالت ما میفهمیم زود که ایجاده مضاف الیه شده. اگر صفت منصوب باشد چگونه میشود؟ بیت الکبیر یعنی چگونه خانه بزرگ. از روی سوال گذاریش زود میفهمیم. اگر یکم کسی که شرطش ندونه که سوال گذاری کنه آسان تره. بهترین نقطه رو پیش کردید. احسنتی. خب ادامه میدیم با مشق بعدی. لا تنصر الظالم على المظلوم. یاری نکن ظالم رو بر علیه مظلوم. خب این شد ترجمهش. به ظالم بر ضد مظلوم کمک نکن. فعل نهی لا تنصر می باشد برای واحد مذکری مخاطب. اینش چی می شود؟ علی حرف جر است و مظلومی اسم مجرور. ظالمه در اینجا مفعول به می شود. بله، اما ما چون که این جمله انشائیه هست، امر و نهی جمله انشائیه می باشد، از این سبب در پورا جمله رو تمام نمی کنیم، در همینجا می گذاریم. خب ادامه می دهیم با مشق سوم. لا ترکبی فی السیارة الجدیدة. سوار نشو. بهترین سوار نشو. در ماشینی نه، سیاره ماشینه باشه. بله، سیاره ماشین هست و جدیدتی چیست؟ نه. بهترین. در ماشینی نو سوار نشو. فعل نهی کدام هست؟ لا ترکبی. صیغه‌اش کدام هست؟ این و یک زن. بله، این رو میگویم که واحد، اگر یک تا باشد واحد گفته می شود و زن باشد این رو مؤنث میگویم. فی در اینجا چی شد؟ حرف جر. بهترین. و این شد جر. و السیارة الجدیدة چی شد؟
این موصوف صفت شد. بهترین. هر 4 قاعده یک جای هستند. از جهت جنس نظر کنید هر دویشون مؤنث هستند. از جهت عدد، از جهت تعریف هر دویشون الف لام دارند. از جهت حالت اعرابی هر دویشون در حالت جری هستند. از چی سبب حالت جری هستند؟ از سببی که اینها چی هستند؟ مجرور. مجرور برای حرف جر. ادامه میدیم. مشق 4 لا تدخلنا الى الغرفة المظلمة. در اینجا ترجمهش داخل نشوید و خانه مظلمه، ظلم کننده. ظلم که هست خودش از همین کلمه گرفته میشد. ظلم سببی چی میشود؟ تاریک. کی گفت؟ من خیلی تاریک. بله مظلمه تاریک. خب اکنون نظر میکنیم شما زنان با حجره بله با حجره تاریک ندرآیید. کدامش فعل نهی هست و صیغه‌اش چیست؟ لا تدخلنا. بله جمعی مؤنث مخاطب. دیگر الا حرف جر. الا نه الا. بله الا. بله غرفة المظلمات. مظلماتی در اینجا بله موصوف و صفت. بهتر. غرفة موصوف، مظلماتی صفت. حرف جر و صفت موصوف تصریح کرده است و مجرور شد. بله درست. مجرور جر و مجرور. ببینید که چطور موصوف و صفت در همه قاعده هاش یک هست. خانه تاریک، حجره تاریک. ادامه میدیم با سؤال 5. لا تقرأی الكتاب القدیم. نخوان کتاب قدیم را. بله نخوان کتاب قدیم. بله درست نظر میکنیم. تو کتابی کهنه را قدیم رو نخوان. خب اکنون گذارید به ترکیبش یا فایده های ترکیبی. بگوید کدامش میشود فعل نهی؟ فعل نهی لا تقربی صیغه تثنیه مؤنث. تثنیه میشود. لا تقرئی، لا تقرأ، لا تقرأنا. صیغه واحدی مؤنث. بله واحد میشود. واحد مؤنث. کتاب القدیمه صفت و موصوف میشود. در هر 4 شرایط یکدیگرش رو پیروی میکنن. هر دوشون الف لام دارن، هر دوشون مذکر هستند، هر دوشون یک هستند. وضعیت جنس. عدد. بهترین. درست گفتید. ادامه میدیم. لا تفتح باب المكتبة. نکشوید دری مکتب رو. نکشوید دری مکتب رو. مکتب رو گفته میشود. چی میشود این؟ کتابخانه. دقیق ترش کتابخانه میشود. خوب کتابخانه. دیگر رو خاموش ایستید. شما نکشوید دری کتابخانه. بله. اکنون بگوید فایده های ترکیبی. لا این وای فعل نهی تفته ها این جمع دو کسه تصنیه. بله. بابو مضاف و المکتبی مضافین الیه شده. متعلقش لا تفتهی بمیر. شما یعنی که دو کس دروازه یا اینکه دری کتابخانه رو نکشوید. این شد فعل نهی ما. ادامه میدیم به آخرانش. لا تخرجوا من البيت بلا اذن. خارج نشوید من بیتی از خانه. بله. بجز اذن چی باشد استاد؟ اجازت. اجازه. خارج نشوید از خانه بجز اجازه. بغیر از اجازت. بغیر از اجازه. در اینجا لا تخرجوا جمعی تصنیه هست. نه اول دا گفته درست جمع هست، چون که در اینجا والیف برای ما چی اشاره میکنه که جمع هست، یعنی که تصنیه نیست اما مذکر یا که مؤنث مذکر هست. بله درست. در اینجا چی میشود اگر در اینجا سکون باشد و در این لام هم سکون هست؟ در این چه قاعده تطبیق میشود؟ نامی همین قاعده را میخواهم اگر دانید، اگر نه یکم کس دیگر. بالای سکون نمیدونم می از حرفای جر باشد. بله اینش درست هست، اما وقتی که دو تا ساکن یک جای می آیند چی گفته می شود؟ نمیدونم استاد جان. بگوید یکم کس دیگر. التقای ساکنین یعنی اجتماع ساکنین میگن، التقای ساکنین هم میگن. بله اجتماع ساکنین. خوب یعنی که جمع شدنی دو سکون. فهم شد؟ ادامه بدهید. و وقتی که این قاعده تطبیق شود ما باید اکثر وقت ما یکم سکون رو کسره میدیم، اما در مین که هست ما باید فتحه بدیم، یعنی که مین نمیگویم مینل میگویم مینل بیتی. خب ادامه بدهید. بیتی چی شد؟ مجرور. بله. مجرور هم.
تمام. دیگر این بلا اذن دیگر هست، این را شما نگذاشتید، این همین قدر خوب هست. اما بلا این بی هم چی می شود؟ حرف جر هست. جر. بله، تو همینجا هست. در همینجا درس ما به انتها میرسد. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.